سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 1 سپتامبر همراهی شما. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از جامعه کشور خواست نگذارد که نورسان و جوانان به ادامه گروه‌های تندرو و تروریستی بیفتند. او روز 1 سپتامبر در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه گفت گروه‌های تندرو نورسان ناگاه تاجیک را به ادامه خود میکشند که این برای آینده تاجیکستان عاقبت خوب ندارد. امامعلی رحمان افزود مردم باید در این مسئله بی‌طرف نباشند و پیش روی این گونه تمایل‌های منفی را بگیرند. و روز 1 سپتامبر سال نو تحصیل در تمام مکتب و دانشگاه‌های تاجیکستان آغاز یافت. از جمله در مکتب تحصیلاتی میانه رقمی 43 در ناحیه سینای دوشنبه روزی دانش را با سرود ملی شروع کردند. مکتب مذکور یکی از بزرگترین مکتب‌ها در ناحیه سینای پایتخت است و در آن تقریباً 2300 نفر تحصیل می‌کنند. امسال در این مکتب 200 نفر بار اول به مکتب می‌روند و به صنف یکم که بی سابقه است. مکتب خوان شدم، صنف یک شدم، در آینده دکتر بشم، همه توبه میکنم. تعداد محصلان در تاجیکستان سال به سال می افزاید و امسال به گفته مقامات رسمی تعداد آنها به 2 میلیون نفر می رسد. اکرام ستاروف شوهر زنی جوانی که در دوشنبه خودکشی کرد گفت که در مرگ همسرش گناهکار نیست. اکرام ستاروف ساکن دوشنبه روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت کار نکرده است که سبب خودکشی کردن همسرش شهلا رستم خواجه وی 25 ساله شده باشد. من پسا نمیگفتم که من تو دوست می‌دارم، من به تو زندگی کردن نمی‌تونم. مالی شکم و که گویش سراز زبان میکرد. من میرم خانه میرم. اما اوچشم پدرش و مادرش رو تلفن کرده است. پدر و مادرش بعد 15 تا 20 منت رسیده اومدن. اما خویشاوندان شهلا به رادیو آزادی گفتند که شهلا از بی احترامی و بدرفتاری و لطوکوب اکرام به تنگ آمده خودکشی کرده است. همین سر لباسش برمی میگفت که 1600 دلار یافتم میتی، میگفت همینم گپ میکن. من تو بعد دادگی تو گفته ای که پدر پولای من قطعی پدر مادرت تو وای میکنی، همون ابسپیچت میکنی و همون نگهبانی میکنی. شهلا رستم خواجه و حامله و هم مادر 2 فرزند نابالغ روز 20 اوگوست خود را در جای کارش در آرایشگاه در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه آویخت. دادستان دوشنبه علیه اکرام ستاروف با اتهام به خودکشی رسانیدن همسرش پرونده جنایی باز کرده است. تقریباً 20 دانشجوی تاجیک به دلیل افتادن نامشان در روی خط سیاه روسیه نتوانستند برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های بلاروس برگردند. کامران که در دانشگاه اینفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت که روز 1 سپتامبر به او اجازه ندادند به هواپیمای دوشنبه مسکو سوار شود. نورالله محمدالوف معاون وزیر شغل اهالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که وزارت برای حل این مشکل دانشجویان تاجیک دست به کار شده است. ما اینا دیگر تو این مسئله را بو فکر مدت موضوع همکاری داره، مسئله اینو حل میشه. دانشجویی که روزانه میخوانند مسئله حل شونده نه اومده بودن، همین روز اومدن دستاشون رو گرفتیم، روز مراجعت میکنیم طرفی روسیه، مسئله اینو حل میشه، اینو میره، اینو خیلی پرابلم نمیشه. در فهرست سیاه روسیه عمدتاً مهاجران قانون شکن را وارد میکنند، ولی دانشجویان تاجیک میگویند که فقط از طریق روسیه به بلاروس رفتند و تمام. در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی جمهوری بلاروس بیشتر از 200 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. آخر هفته گذشته در بازارهای شهر دوشنبه نمایشگاه عسل و خربوزه برگزار شد. در نمایشگاه که در 4 بازار پایتخت صورت گرفت 115 تن عسل و 187 تن نوهای گوناگون خربوزه را پیشکش کردند. به گفته مقامات تاجیکستان نوهای گوناگون خربوزه و عسل که در نمایشگاه به فروش گذاشته شده بود محصول دستی کشاورزان خود تاجیکستان است. و عکس و ویدیو و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.